طبق فرمان پرزیدنت جمهوری ترکستان جناب عالی محترم امالی شریف رحمان و ساختار نوی حکومت جمهوری ترکستان تصدیق شد و خدمات مهاجرت با وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری ترکستان تبدیل داده شد، یعنی آنجا وارد شد و عین حال ما در حالتی کمتر و مسائل تشکیلی قرار داده ایستاده‌ایم، یعنی عین حال نظامنامه وزارت عین حال تصدیق کرده می شود و در آن وظیفه‌هایی که به وزارت تعلق دارد معرفی می شود و آن مسائلی که به خدمات مهاجرت تعلق داشته می شود معین کرده می شود و باید قید نمود که مسائل بردن کارهای سیاسی و تهیه قانون‌های با وزارت مهنت وارد کرده می شود و اساسا خدمات مهاجرت کارهای عملی را اجرا می کند و ما همین توصیه را خوب تحلیل نبوده و با اون عقیده هستیم که همون مسائلی که با وزارت مهنت هم تعلق داره با خدمات مهاجرت ما همش اجرا میکنیم در مرحله معین شده. چند سال ما در اصلاحاتی همین مهاجرت مهنتی بودیم، همین اداره. همون وقت ما گفتیم که این چه اگنت است در نزد حکومت معلوم نیست، نه استاتوسش این چی است. وقتی بسیاری رو همین مسئله های تشکیلی همین اداره گرفت و مسئله اساسی در یک طرف موند و امروز هم باز من باوری دارم که این مسئله ها میموند، باز چند ماه در مسئله همین تشکیلی مسئله حقوق و وظیفه‌های این در نزد وزارت مهنت و فکر شخصی من هست، ممکن فکر خطا هم باشد، من نمیگم که فکر درست است. من باوری دارم که بعد 2-3 سال با از وزارت مهنت هم این چیز گرفته می شود و خوب میشد که دیروز من این رو در مهاجرت مهنتی هم گفتم، یک کمیته مستقل حتی در نزد حکومت کمیته باید به میگراسیون، چون که شماره میگرانت های ما روز تا روز کم نشده ایستاده است، خیلی زیاد شده ایستاده است. بنابراین هم وزارت مهنتی که خود اینقدر پرابلم ها دارد این جای پوشیده نیست و باز یک ساختاری که اینقدر پرابلم دارد حل کردن این آسان نیست، با بگردن اون وزارت پرداخته. من فکر میکنم که فکر شخصی من که به هر حال این خطاگی است که همین یک اصلاحاتی که به فکرم چیزی اینقدر خوب نمیدید. باید قید نمایم که من این لایحه قانون درباره مهاجرت مهنتی در مرحله موافقه با وزارت اداره قرار دارد. عین حال دو تا مقامات موندگی که خلاصه خودشون پیشنهاد کردن و من باوری دارم که در روزهای نزدیک ما این مسئله را با پررگی موافقه میکنیم با بررسی حکومت جمهوری ترکستان این لایحه قانون پیشنهاد میکنیم. مسئله وقتی که ما کودکس قبول میکنیم، وقتی که ما قانون قبول میکنیم، اونجا نباید بگوییم که ما حالا حساب کتاب میکنیم و بعد مینویسیم. ببینید که 22,000 ما میدونیم که هزارها هر سال مرده ها آورده می شوند و در همون قانون هم در لایحه قانون نوشته شده بود که حکومت کمک میکند، باید این گونه چیزها نشود. حالا اینا به فکرم پرداختن وقتی که ما خیلی بحث مناظره ها کردیم، حکومت عهده‌دار است. اگر حکومت که مردمش اینجا کار نمیتواند تامین کردن و عهده‌دار است که به همه پرابلم های و او و عائله وی عهده‌دار است کمک میکند، نه اینکه کمک میکند. اونجا باید در قانون این چیزا بسیار عمیق صحیح نشان داده شود و پوشیده نیست که امروز همون مرده ها را از حساب خودی همون میگرانت هایی که در روسیه است پول جمع میکنن. من هر وقتی که روسیه میرم باور کنید بازار روید بچه ها پول جمع کردن برای چی؟ برای آوردن مرده که به فکرم عیب است برای دولت. چیز دیگری که من میخوام بگویم خود همین لایحه قانون درباره مهاجرت مهنت، تصور کنید که 4 سال شد. 4 سال شد. اگر ما گوییم که ما حکومتیم، ما تشکیلات غیر دولتی، ما جامعه شهروندی، امروز نمیتوانیم یک قانونی که ممکن از 25-30 ماده عبارت است عیب است. آخه این خیلی نمیشود. نخواد 4 سال مهاجر بیچاره نگاه کند که این حجت قبول میشود و اون لایحه قانون درباره چیز هم در همین حالت است. من باز یک چیزی دیگر میگویم که اون با مشکل تر میشود، چون که از بس که کروپسیا در ما خیلی زیاد است و با کروپسیا بسیار مناسبت نزدیک دارد
این سیستم و خودی که سیستم کارپسیونی است، بنابراین هم با خیلی مشکل تر می شود. یعنی که امروز ما باید هم حکومت هم جامعه شهروندی کوشش بکنیم که همین قانون قبول کرده شود. من میدونم وزارت کارهای خارجی ماندگی است، کمیته به خطری. خب بیاین بشینن بگوین که کجایش معقول نیست مصلحت کنیم و درست کنیم قبول کنیم. ما روز دیگه حرکت میکنیم که همین با یک بار دیگه همین تستر لوحه قانون و موافقه کنیم با بررسی به حکومت جمهوری اسلامی پیشنهاد نماییم. لیکن با من دیدم، من تکرار میکنم معلومه 4 سال من گروه کاری تاسیس داده بود. متخصصان از همه وزارات جلب کرده شده بودند. نه که متاسفانه اون شخصانی که در همین گروه کاری بودند که در آینده همین لوحه قانون در وزارتشون معرفی کردن نمیتوانند. با ما مجبور میشیم که خودمون رفته بند به بند همین لوحه قانون معرفی کنیم و پیش رهبریت این وزارت بعد وای خلاصه باید گیریم. این پرابلم کلان ممکن در آینده من یک گفتنیم که اگر ما گروه کاری تاسیس میدیم در همین باید تهیه یگان سند معیاری حقوقی یا قانون، ما باید شخصانی در اونجا جلب کنیم که یک مسئولیت یک چی داشته باشند در وزارت خودشون که توانند که در آینده همین لوحه قانون معرفی کنند و تستر خلاصه وزارتشون دسترس کنند.